هیچ وقت یک سیاستمدار نمیاد بگه من نیروهامو آوردم جا میخوام رژیم چنج انجام بدم. ولی به شما من میگم ترامپ، اسرائیل آمدند اینجا که جمهوری اسلامی رو نابود کنن. این یک قده سرطانیه. جنگ 12 روزه، دوستانی که متاسفانه تو خانوادهشون سرطان داشتن میدونن وقتی سرطان اونقدر استیج 4 بدخیم میشه، اینا اول شیمی درمانی میکنن که قده کوچیک بشه، بعد قده رو جراحی میکنن، بعد دوباره به شیمی درمانی ادامه میدن که به قول معروف اثرش از بین بره. ما جنگ 12 روزه و اتفاقاتی که قبلش افتاد به نظر شیمی درمانی مقدماتی بود. الان جراحی بزرگ داره انجام میشه و بعد از اینکه جراحی بزرگ تموم شد و نیروی زمینی وارد ایران شد، وارد اون مرحله شیمی درمانی بعدی میشه که تمیز کردن فضا و اینکه این اتفاق 100% میفته. امکان اینکه امریکا عقب بشینه صفر. اصلا بحث ایران هم نیست، بحث این نیست حالا یه هسته‌ای رو حل کنه، اصلا برای هسته‌ای نیومده. اومدند ببینید حتی اگر سیاستمدار امریکایی دچار به نظر من خطا باشن، چون من دیدم با بعضیاشون تو کنفرانس صحبت کردم، بعضیاشون دچار خطای فکری هستن نسبت به مردم ایران و محاسباتی هستن، یعنی درک درستی از ما ندارن، حق هم دارن چون امریکا زندگی کردن، ایران رو نمیشناسن. ولی اسرائیل این رو به روشنی میدونه، هر ذره‌ای از جمهوری اسلامی اگر بماند و ادامه پیدا بکنه، حتی مودریت ترین آدماشون، معتدل ترین آدماشون، به معنی اینه که اینها 5 سال 10 سال 15 سال دیگه دوباره باید برگردن نقطه سر خط و با اینها شروع کنن سر کله زدن. اسرائیل و امریکا امروز به نظر من 100% به این نقطه رسیدن که فردایی که اینها کارشون در خاورمیانه تمام میشه، دولت جدیدی باید بر سر کار بیاد که هیچ اثری از اون سیستم تیم ایدئولوژیکی که در قبل از این بودن در نمونه و اینو تو انجام ندن نمیرن. اونها نیاز دارن به اینکه ایران بیاد در کنارشون قرار بگیره. چرا؟ چون نبرد بسیار بزرگتره. تکلیف اتحادیه اروپا باید روشن شه، تکلیف روسیه باید روشن شه، تکلیف چین باید روشن شه. بسیاری زیر ساختار اینها نیاز دارن که ایران در کنار اینها باشه. سنتکام به نظر ما میرسه که فردای آزادی ما سنتکام دفتر فرماندهی نظامی در ایران خواهد بود، یعنی ایران میشه پارتنری که منطقه رو برای اینها کمک میکنه که امنش بکنن. پس اینایی که میگن اصلا وقتی خود ترامپ میاد جنگ ها رو مثال میزنه که جنگ جهانی اول دوم ویتنام این انقدر طول کشید، این 1 سال شد 2 سال شد، این یعنی داره به مخاطبش سیگنال میده که آقا من این جنگ با اون جنگ ها برابری میکنه. یعنی حالا من تو 2 سال نه، ولی تو مثلا 6 ماه جمعش میکنم. اصلا برنامه 1 هفته 2 هفته نمیره، برای 1 هفته 2 هفته این همه تجهیزات نمیارن. من همیشه مثال ساختمون میزنم، میگم شما وقتی میای 2 تا کانکس میذاری، یعنی میخوای ساختمون 4 5 طبقه بسازی، ولی وقتی شما اومدی یه شهرک ساختی که مثلا سینما هم داره، زمین فوتبال داره، خوابگاه داره، هتل داره، همه چی داره، یعنی اومدی یه پروژه چند ساله رو پیاده کنی. این تجهیز کارگاهی که به اصطلاح ساختمانی ها امریکا از چندین ماه قبل، یعنی قبل از این جنگ 12 روزه شروع کرد به بیلداپ کردن، برای این نیست که مثلا یه ساختمون 4 طبقه بسازه. اومده یک پالایشگاه، یک نیروگاه بزرگ از لحاظ سایز پروژه میگم، اومده تغییر انجام بده و اومده فردا در ایران هم بمونه، نه به عنوان اینکه ایران رو تسخیر بکنه، بلکه به عنوان اینکه مثل کشورهای دیگه که درش پایگاه مختلف داره از پتانسیل استفاده کنه، با ایران پارتنر بشه. از بود نظام تنگه هرمز من فکر می‌کنم پایگاه میذاره. تنگه هرمز دیگه دست کسی نخواهد بود، یعنی کنترل تنگه هرمز، این که بازی در بیاره و این حرفا دیگه نخواهد بود. ایران شاید برگرده به اون دورانی که ژاندارم منطقه بود. من فکر کنم دوباره داریم